أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکاری، یعنی کتاب در مسئله ذکرها، باب فضل الذکر والحث علیه، یعنی باب در مسئله فضیلت ذکر کردن و تشویق کناندن برای ذکر را انجام دادن. پس ما و شما از این باب چند از حدیثایش را گرفتیم. درس امروزه امان از زیر حدیثی 1440 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1440 کتاب ریاض الصالحینش می گوید وعن ابی الدرداء رضی الله عنه قال، یعنی از ابو دردا رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الا انبئکم بخیر اعمالکم، یعنی آیا من شما را خبر بدهم به بهترین کارهایتان، بهترین عمل را آیا من برای شما بیاموزانم؟ و ازکاها عند ملیککم، و آیا من شما را بیاموزانم به پاکترین عملهایتان در نزد پادشاهتان، در نزد فرمان روایتان، یعنی در نزد الله جل جلاله، و ارفعها فی درجاتکم، و آیا من شما را بیاموزانم به بلندترین کارهایتان از روی درجاتش، از روی جایگاهش، یعنی بلندترین جایگاه و بلندترین مکان را کدام عملها ضبط کرده گرفتند، آیا میخواهید که من برای شما آن عملها را یاد بدهم؟ و خیر لکم من انفاق الذهب والفضة، یعنی که و بهتر است برای شما از صدقه دادن طلا و نقره ده، یعنی کارهایی هست که از صدقه دادن طلا و نقره دیده بالاتر و افضلتر است. و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم، یعنی و بهتر است برای شما که ان تلقوا عدوکم، که شما با دشمنانتان روبرو شوید، فتضربوا اعناقهم، پس شما گردنهای دشمنانتان را بزنید، و یضربوا اعناقکم، یا دشمنهایتان گردنهای شما را بزند، یعنی از جنگیدن در راه الله همچنین بهتر و خوبتر است. قالوا بلا یا رسول الله، قالوا بلا، اصحاب گفتن بله ای رسول الله، یعنی که بهترین عمل و پاکترین و بلند درجه ترین عمل و بهتر از صدقه دادن طلا و نقره و بهتر از جنگیدن در راه الله کدام کار است ای رسول الله برای ما بیاموزان؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ذکر الله تعالی، یعنی ذکری الله جل جلاله است که این فضائل را در زیر خود دارد. پس بزرگترین و افضلترین و پاکترین اعمال این چی است؟ ذکر و یاد الله جل جلاله، یعنی که بعد از فریضه ها این می باشد. ذکر الله جل جلاله بعد از احکامایی که فرض هستند بعد از اونها هست. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. قال الحاکم ابو عبدالله اسناد او صحیح، حاکم ابو عبدالله گفتگی است که سند این حدیث صحیح می باشد. این بود حدیث 1440 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1441 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله
در زیر حدیث 1441 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، یعنی که از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت انه دخل مع رسول الله صلی الله علیه و سلم على امرأة و بین یدیها نوا او حسن تسبح به. میگه هر آینه همین سعد بن ابی وقاص در آمد همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد زنی که در نزد اون زن میگه دانه های خرما بود، بین یدیها نون یعنی دانه های خرما، او حسن یا سنگریزه بود، سنگچیل های بود، تسبح به میگه آن زن تسبیح میگفت با همون دانه های خرما یا با همون سنگریزه ها. پس این حدیث که نزد آن زن در آمد و در نزدش دانه خرما بود و سنگریزه بود، اینش ضعیف است، این صحیح نمی باشد. اما غیر از اینش، یعنی که همین کلمه دانه خرما و سنگریزه که تسبیح میگفت آن زن با دانه خرما یا با سنگریزه، غیر این در امام مسلم آمدگی هست. اما خودی همین کلمه در نزدش دانه های خرما بود یا سنگریزه بود با اون تسبیح میگفت، این ضعیف است، زیرا که این ثابت نمی باشد. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن زن را گفت الا اخبرك بما هو ایسر علیک من هذا، الا اخبرك بما هو ایسر علیک من هذا، یعنی که آیا خبر ندهم تو را به چیزی که آن آسانتر است از این دیده، او افضل، یا گفت افضل و بهتر است از این دیده، یعنی که از اینه که در پیشت این دانه ها را گرفته یا سنگریزه ها را گرفته و یاد میکنی، تسبیح گفته استادی، آیا برای تو کار را یاد ندهم که از این بهتر است؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که سبحان الله عدد ما خلق فی السماء، یعنی این ذکر را بگو، سبحان الله عدد ما خلق فی السماء و سبحان الله عدد ما خلق فی الارض و سبحان الله عدد ما بین ذلك و سبحان الله عدد ما هو خالق والله اکبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك. یعنی گفت این ذکرها را بگو. پس این ذکرها را گفتن گفت بهتر است از اون حالت و از اون ذکرهایی که تو گفته ایستاده ای، از اون تسبیحی که گفته ایستاده ای، از آن ده این ذکرها را بگو. پس این ذکرها چی معنا دارد؟ سبحان الله عدد ما خلق فی السماء، یعنی پاک است الله جل جلاله به اندازه عدد آن چیزی که خلق کردگی است در آسمان، آن چیزی که مخلوقاتی که در آسمان دارد، الله را پاک و تسبیح و منزه می‌دانیم به اندازه ان همون مخلوقاتی که در آسمان دارد. و سبحان الله عدد ما خلق فی الارض، و همچنین پاک می شماریم، تسبیح میگوییم الله سبحانه و تعالی را به اندازه آن چیزی که خلق کردگی است در زمین، آن چیزی که آفریده است، آن مخلوقاتی که در زمین دارد، به اندازه آن مخلوقاتش الله را تسبیح و پاک می شماریم و پاک می دانیم. و سبحان الله عدد ما بین ذلك، یعنی پاک می دانیم، تسبیح میگوییم الله سبحانه و تعالی را به اندازه عددی که بین آن دو هست، یعنی بین زمین و آسمان مخلوقاتی که وجود دارد، به اندازه اونها الله جل جلاله را تسبیح میگوییم. و سبحان الله عدد ما هو خالق، و همچنین تسبیح میگوییم الله جل جلاله را به اندازه آنچه که او آفریدنی هست، آفریننده هست، یعنی آنچه که اون خلق کردنی هست در آینده ها، هر آنچه که خلق کردنی هست، هر عدد را ما به اندازه آن عدد الله جل جلاله را تسبیح میگوییم. والله اکبر مثل ذلك، و همچنین الله بزرگ است میگوییم مثل آن، مثل عددهایی که پیشتر ذکر کردیم.
و الحمد لله مثل ذلك، و همچنین میگیم که الله پاک است مثل آن عددهایی که پیشتر ذکر کردیم. و لا اله الا الله مثل ذلك، و همچنین لا اله الا الله میگیم مثل آن عددهایی که پیشتر بیان کردیم. و لا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك، یعنی و همچنین لا حول ولا قوة میگوییم، ولا حول ولا قوة الا بالله میگوییم مثل آن عددهایی که پیشتر ذکر کردیم. یعنی که لا حول نیست مانع گذاری از گناه و معصیت، ولا قوة و نیست قوت دهنده در کار خیر و در کار درست مگر الله جل جلاله می باشد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1441 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1442 کتاب ریاض الصالحین، پیغمبر امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1442 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت من را رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، یعنی آیا تو را راهنمایی نکنم به گنج از گنجهای جنت؟ فقلت بلا یا رسول الله، پس میگه گفتم که بله راهنمایی هم بکن ای رسول الله. قال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن گنج از گنجهای جنت این کلمه لا حول ولا قوة الا بالله می باشد. یعنی که کلمه این لا حول ولا قوة الا بالله گنج از گنجهای جنت است. چطوره که در این دنیا انسان از دنبال گنج است، از دنبال مال و ملک و جمع کردن مال است، پس میخواهی در جنت گنج داشته باشی، پس لا حول ولا قوة الا بالله را یاد بکن و بسیار تکرار بکن. این حدیث متفق علیه می باشد. پس با همین حدیث بابی فضیلت ذکر کردن و تشویق کناندن به ذکر با آخر رسید. میگذاریم به بابی نو. بابی نو میگوید باب فضل ذکر الله تعالی، یعنی باب در مسئله فضیلت یاد الله جل جلاله، ذکر کردن الله جل جلاله قائما استاده، یعنی چخت یاد الله را کردن، و قاعدا نشسته در حالت شیشتن یاد الله را انجام دادن، و ملتجعا و در حالت دراز کشیده یاد الله را انجام دادن، و محدثا و در حالت بی‌طهارتی، انسان طهارت هم نداشته باشد میتواند یاد الله را بکند، ذکر الله را بکند، و جنوبا حتی در حالت جنوب، انسان که جنابت می شود، یعنی بعد از با همسرش همخوابگی کردن یا بعد از اونه که احتلام می شود در حالت جنوب است، میتواند یاد الله جل جلاله را بکند. و حائضا و زنهایی که در حالت حیض است، زنی که در حالت کسل ماهانه است یا زنی که در حالت نفاس است، میتواند یاد الله جل جلاله را بکند. الا القرآن، میگم مگر اینکه قرآن را فلا یحل لجنوب ولا حائض، پس خواندن قرآن میگه برای انسان جنوب و برای این زنی که در حیض در کسل ماهانه است روا و درست نمی باشد. اما این استثناءش درست نمی باشد، زیرا که درباره اینه که برای جنوب و برای حائض خواندن قرآن جایز نیست گفتنی یگان حدیث صحیح ما نداریم. و همچنین امام نووی رحمه الله در نام این باب استثناء کردگی است که انسان جنوب قرآن نخواند و یا زنی که در کسل ماهانه است قرآن نخواند، گفته در باب ذکرش میکند، اما در پایین یگان حدیث یگان دلیل نمی آورد. پس چطور که شیخ البانی رحمه الله میگه درباره یعنی که نخواندن قرآن انسان جنوب و حائض که قرآن نخواند یگان حدیث صحیح در این باره نداریم. پس انسانی که جنوب است، انسانی که در کسل ماهانه است
خواندن قرآن براش باکی ندارد. یا بعضی از عالمان میگن جایز نیست، اما باکی ندارد، جایز و درست است. مخصوص آن زنهایی که در طلب علم هستند، در حالت کسل ماهانه اشون، در حالت نفاسشون میتوانند قرآن بخوانند. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله یک آیت و دو حدیث می آورد. اولین آیتی که می آورد میگه قال الله تعالی، الله جل جلاله گفته است که در سوره آل عمران آیت 190 و 191 الله سبحانه و تعالی میگوید این فی خلق السماوات والارض، هر آینه در خلق کردن آسمان و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در گردش شب و روز، در دیگر گون بودن شب و روز. گاه میبینی که شب دراز است و گاه میبینی شب کوتاه، یا گاه میبینی روز دراز میشود و گاه میبینی روز کوتاه میشود، یا گاه میبینی شب خنک است و روز گرم، و گاه روز گرم است، روز خنک است و شب گرم است. یعنی که حالتهای گوناگون میبینی در شب و روز. الله جل جلاله میگوید لآیات لأولی الالباب، همه اینها نشانه های هست برای صاحب عقلان، برای کسانی که عقل دارند. اولی الالباب هستند کسانی که صاحب عقل هستند، و کسانی که عقل دارند برای اونها را همه اینها یک نشانه های هستند. یعنی نشانه های برای وجود الله، نشانه های برای الله را به تنهایی پرستیدن، نشانه های برای در بر الله شریک قرار ندادن، نشانه برای برحق بودن پرستش و تنها الله را پرستیدن. همه اینها نشانه است. میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی جای دلیل و شاهد ان همین جای آیت است که الله جل جلاله میگوید کسانی که یاد میکنن الله را، یعنی که همون اولی الالباب صاحب عقلان کی هستند؟ کی را میتوانیم ما صاحب عقل بگوییم؟ الذين يذكرون الله، آن کسانی که یاد میکنن الله را قیام، در حالت چخت بودن، و قعودا، و در حالت نشسته بودن، و علی جنوبهم، و در حالت به پهلو بودنشان الله جل جلاله را یاد میکنن، الله جل جلاله را ذکر میکنن. پس هر کسی که با یاد الله نیست، پس اون انسان عقل ندارد. هر کسی که الله را ذکر نمیکند، پس اون انسان عقل ندارد. اگر عقل میداشت الله را یاد میکرد، الله را ذکر میکرد. این بود آیت درباره در زیر این باب فضل ذکر کردن الله سبحانه و تعالی، چخت و نشسته و دراز کشیده و بی طهارت و در حالت جنوب بودن و در حالت حیض بودن زنها، که این آیت دلالت میکند به این. اکنون میگذاریم به حدیث های این باب که دو حدیث آوردگی است. اولین حدیث این باب حدیث 1443 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1443 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عائشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله تعالی علی کل احیانه. حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد میکرد الله سبحانه و تعالی را علی کل احیانه، یعنی در تمام وقتهایش، همه وقت با یاد الله جل جلاله بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه با ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی بود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1443 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1444 کتاب ریاض الصالحین و دومین و آخرین حدیث در زیر فضل ذکر کردن الله سبحانه و تعالی ایستاده و نشسته و دراز کشیده. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1444 در کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر
صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند لو ان احدکم اذا اتى اهله قال، یعنی که اگر یکی از شما هنگامی که همبستری کرد با همسرش پس گفت، یعنی که در این حدیث در حالتی حتی همبستری شدن پیش از اونه که انسان میخواهد با همسرش همخوابگی بکند ذکر معینی هست که باید اون ذکر را انجام بدهد. اون ذکر چنین است: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. پس این ذکر را میگوید پیش از همخوابگی کردن با همسرش بگوید. فقضی بینهما ولد، پس میگوید که حکم میشود در بین این زن و شوهر فرزنده، پس مقدر شود از این همخوابگیشان در بینشان فرزنده که لم یضره، که شیطان به اون فرزند ضرر آسیب رسانده نمیتواند. یعنی هر انسانی که پیش از اونه که با همسرش همخوابگی میکند بگوید بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وقتی که این ذکر را بگوید، وقتی که این یاد الله را بکرد، این تسبیح را بگوید، میگوید که اون انسان، اون فرزندی که از این همخوابگی به دنیا می آید، شیطان زیان به اون رسانده نمیتواند. پس معنای این ذکر چی است؟ بسم الله، یعنی به نام الله. پیش از اون که همخوابگی میکند با همسرش پس میگوید بسم الله، یعنی به نام الله. اللهم جنبنا الشیطان، یعنی ای بار الها دور بگردان ما رو از شیطان، ای الله ما رو از شیطان دور بگردان. و جنب الشیطان ما رزقتنا، ای الله دور بگردان شیطان را از آن فرزندی که برای ما دادی، از آن فرزندی که برای ما میدهی، از این همخوابگی. ای الله جل جلاله فرزند ما را هم از شیطان دور بگردان و شیطان را از فرزند ما دور بگردان که گمراهش نکند و زیان به فرزند ما نرساند. پس این ذکر را، این دعا را میگوید حتی پیش از همخوابگی کردن بگوید، بعد همخوابگی را شروع بکند. بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. این حدیث متفق علیه است. با همین باب فضل ذکر کردن الله جل جلاله ایستاده و نشسته و دراز کشیده و بی طهارت و در حالت جنوب بودن و در حالت حیض بودن زنها، این بابم به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب ما یقوله عند نومه و استیقاظه، یعنی که باب نو درباره آن ذکرهایی که گفته می شود در وقت خواب کردن و در هنگام استیقاظه، یعنی در هنگام بیدار شدنی از خواب. وقتی که انسان خواب کردنی می شود چی ذکرها را بگوید؟ وقتی که انسان از خواب می خیزد بیدار می شود چی ذکرها را بگوید؟ امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث می آورد. این حدیث 1445 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1445 کتاب ریاض الصالحینش میگوید عن حذیفه، یعنی از حذیفه رضی الله عنه روایت است، و ابی ذر رضی الله عنهما قالا، و همچنین این حدیث از ابو ذر رضی الله عنه هم روایت است که هم حذیفه و هم ابو ذر الله از هر دویشان راضی باد، هر دویشان میگویند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اوى الى فراشه قال، اذا اوى الى فراشه قال، بگد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که میرفت به رخت خوابش، به جاگه خوابش میرفت، و هنگامی که در بالای جاگه خوابش
برای خواب کردن قرار می گرفت، میخواست که خواب شود، پیغمبر میگفت پیش از خواب کردنش که بسمک اللهم احیا و اموت. این ذکری پیش از خواب کردن است. وقت در جاگه می درایی بگو بسمک اللهم احیا و اموت و بعد از این خواب شو. تلفن را یک جانب بگذار، تلویزیون را خاموش کن و سر را بمان، چشما را بپوش و خواب شو. بعد از این ذکر دیگر خواب را اختیار کن. یعنی تلفن، تماشای تلفن و تلویزیون تماشا را دیگر یک جانب بمونه، به همین خواب میشوی. این ذکری پیش از خواب کردن. و اذا استيقظ قال، و هنگامی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خوابش میخیست میگفت که الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. یعنی این ذکر بعد از خواب خیستن است. این ذکری بعد از خواب خیستن است. وقتی که از خواب که میخیزی، اولین کار، اولین گپ، اولین سخنی که میگویی انا همین سخن باشد: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. این ذکری بعد از خواب خیستن است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این ذکرها چی معنا دارن؟ با تاجیکی چی میشوند؟ میگد بسمک اللهم احیا و اموت، یعنی بنام، پیش از خواب کردن که وقتی که سر در جایگاه میمونی میخوای خواب شوی میگویی که بنام بسمک اللهم، بنام تو ای الله جل جلاله، احیا و اموت، یعنی زنده میشوم و میمیرم. بنام تو ای الله زنده میشوم و میمیرم. یعنی که بنام تو ای الله زنده میشوم، مقصد بیدار میشوم از خواب، و میمیرم مقصد خواب میشوم. زیرا اینکه خواب کردنم این را موت صغراش میگوین، موت صغیر، یعنی که مرگی خورد. ما دو تا مرگ داریم. مرگی کلان که انسان میمیرد، بعد از اون تگی خوابش میکنن، تگی خاکش میکنن، میبرن میگرونند. و مرگی خورد داریم، مرگ معده، که انسان هر وقتی که خواب میشود. پس ای الله من به ذکر تو زنده میشوم، یعنی که از خواب بیدار میشوم. و زنده شدن کبرا و صغرا داریم. همچنین کبراش یعنی که بعد از مردن حقیقی که قیامت میشود که انسان زنده میشود، و صغراش هر وقتی که از خواب میخیزیم. و اموت، و به نام تو الله من میمیرم، یعنی که خواب میشوم. به نام تو الله من خواب میشوم. پس این هم یک یادرسی برای روز قیامت است که انسان همیشه باید با یاد الله باشد، حتی پیش از خواب کردنشم. و بعد از خواب وقتی که میخیزد میگوید الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. یعنی که حمد و ستایش خاص برای الله که احیانا بعد ما اماتنا، یعنی زنده گردانید ما رو بعد از اینه که میرانیده بود. یعنی مقصدش چی؟ یعنی بیدار کرد ما را ساق و سلامت از خواب، بعد از اونه که ما را خوابانید. الله جل جلاله بعد از اونه که ما را خوابانید، بعد از اون ما را ساق و سلامت بیدار کنانید و بیدار کرد، حمد و ستایش اون الله رو میگوییم. و الیه النشور، یعنی بازگشت به سوی الله جل جلاله است. ما عاقبت و در آخر باز میگردیم نزد الله جل جلاله. این بود رواه البخاری، حدیث امام بخاری رحمه الله، ذکر پیش از خواب کردن و بعد از خواب خیستن. با همین این بابم با آخر رسید. باب نو شروع می شود: باب فضل حلق الذکر و الندب الى ملازمتها. یعنی که باب در مسئله فضیلت حلقه های ذکر و مستحب بودن پایبند به حلقه های ذکر و نهی عن مفارقتها لغیر عذر، و باز داشتن، یعنی باب در مسئله باز داشتن از جدا شدن حلقه های ذکر لغیر عذر، به عذر انسان حلقه ذکر را ترک کند به عذر، این را شریعت منع میکند و شریعت باز می‌دارد. و این باب نو است. و این باب نو را انشاءالله درس
آینده خواهیم شروع کرد. پس درس امروزه همون را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.